بار دیگر سلام به همه اونهایی که ما رو از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارن. شالای گل خوجه هستم. ساعتی 10 با وقت پراگ در خدمت شما با سرخطی خبرهای روز و موضوعی که ما بعد 3 ساعت دیگر در برنامه خبری به شما پیشنهاد خواهیم کرد و باوری دارم که چون همیشه همین حالا چند دقیقه با ما خواهد بود و در برنامه خبری نیست که ساعتی 1 با وقت پراگ تقدیم شما می شود و اون وقت یعنی ساعتی 5 با وقت تاجیکستان است و ساعت 3 با وقت روسیه. شما حتما در برنامه با ما خواهید بود. شاهرو پولکی می شود. وزیر نقلیات تاجیکستان تصدیق کرد که راه ماشینگرد دوشنبه بختر پولکی خواهد شد. راه دوشنبه بختر از شاهروهای مهم تاجیکستان به شمار می رود و مرکز رو با جانب کشور به هم پیوندد و هر روز به حساب میانه در این راه 10,000 ماشین روان میکند. در حال حاضر کارهای بازسازی را ادامه دارد و انتظار میرود تا آخر سال جاری به اتمام رسد. در مورد پولکی شدن راههای دیگری تاجیکستان در برنامه خبری برای شما خواهیم گفت. ضمناً در تاجیکستان پولکی کردن راهها تجربه نو نیست. تا جای ما معلومات داریم شرکت ایرس بر اساس یک سازشنامه همکاری با حکومت تاجیکستان که سال 2010 امضا شده است مسئولیت نگهبین و پولچینی در راه دوشنبه چناق را به عهده دارد. باید گفت که در مسیر این قطعه راه 6 پلازای تولینگی مرکزهای پولچینی نصب شده بود که برای استفاده را از ماشین‌های سبک‌رو در مجموع 58 سومانی و از برکشان حدود 690 سومانی مبلغ تقاضا می‌کند. همچنین از نشست خدمات ضد انحصاری برای شما در برنامه امروز معلومات میدیم که ظاهراً از برخورد شرکت فراز چندان خوشحال نیستند. به ویژه در مسئله مبلغ گرفتن معلوماتنامه طبی که به گفته مسئولین این نهاد با آنها مصلحت نشده است. چون چرای این موضوع رو شما میتوانید طوری گفتم در برنامه خبری بشنوید. و وزارت کارهای داخلی صدمه مدهش رو در نویه درواز شهر داد. در این حادثه که شام دیروز به وقوع پیوست 5 کودک به هلاکت رسید. 4 نفرشان از یک خانواده بودند. مادر آنها نیز جانش را از دست داد. در مجموع 9 مسافر ماشین به دریا سرازیر شده زنده نماندند. تنها راننده سلامت بوده است و تنها جراحت برداشت. در برنامه خبری امروز در این باره برای شما با تفصیل خواهیم گفت. عملیاتی که هم سلامتی رو گرفت و هم بدبخت کرد. در نشر نوبتی برنامه خبری از روزگاری سابق کاپیتانی نیروهای تعیینات مخصوص وزارت داخلی تاجیکستان قصه میکنیم که بعد شرکت در عملیات محو گروه آشوبگر گنرال نظرزاده در 4 سال پیش زندگیش کاملا دیگر شد. او در این عملیات جراحت برداشت، عائله‌اش او را ترک کرد و از منزل زیستش هم محروم گشت. دلشاد زاکیروف میگوید هرچند وزارت داخلی تاجیکستان در تبابت او سهمی اصلی را داشته است و تا کنون برای معالجه او کمک میکند، اما به تبابت جدی نیاز دارد که در تاجیکستان این کار به طبیبان تاجیک دست نمیدهد. بعد 3 ساعت دیگر با ما بیایید و صحبت خود دلشاد زاکیروف رو تماشا کنید. همچنین یک گزارش دیگر هم داریم که با تاسیس یک کمیسیه نهادهای مسئول دولتی خانه‌های تل و تپه‌های شهر دوشنبه، حصار و ورزاب را میسنجند. با گفته مسئولین کمیته ساختمان و معماری از یک طرف اشغال کردن ساختمان‌های غیر قانونی و تقسیم زمین باشد، مقصد دیگر معین کردن خانه‌هایی است که بدون رعایت طلبات ساختمانی بنیاد شدند. مقامات میگویند به ساکنان آگاهی نامه فرستادند که ساختمان را در تل و تپه های اطراف دوشنبه منع کردند، اما در همین حال برخی ساکنان از آن بیم دارند که با تخریب بناهایی که 10 سالها پیش بدون طلبات ساختمانی بنیاد شدند به جای زیست میمونند. و همچنین اگر بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری با ما بیاید درباره سردی به سابقه در امریکا صحبت خواهیم کرد و در این مورد برای شما یک نواری را هم نشان میدیم. البته گزارش‌های دیگر نیز هست که تا شروع برنامه فکر میکنم به دست ما میرسند و ما در اختیار شما خواهیم گذاشت. از این خاطر با ما به در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی که پخش مستقیم برنامه خبری ما در اونجا نشر می شود و همین گونه در www.azadi.org نیز شما می توانید برنامه و همین گونه گزارش و خبرهای نو را پیدا کنید. من شما را در پخش مستقیم من بعد منتظر می شوم.